شما رو خودتون انتخاب نمودید یا یگان استاد شما؟ نه، ما وقتی که بچه دار میشم بچه همون خودمون رو میمانیم. این کتاب من اولین کتاب من با نام بنفشه. کتاب از فرزند است، میدونید بنفشه نام ماندم خودم چون که گل اولین بهار است. من گل های اولین بهار خودم در قشلاق یخش میرفتم از تگ برف پیدا میکردم. اولین گلی که پیدا میکردم این بنفشه بود. رنگ گلیش خندگی کبود نیکیش گفتم بنفشه خودم خاطرهای بهترین خود را آقای استاد لایق میگفته تو خوبه شد. لایق وقتی از دنیا رفت بال و پری من شکست. میدونید ما با لایق یک دوستی داشتیم که جسم از جنس از سوال بود. همه یک گپا و سر اسرار شما بگیم. من البته همچون زنانه نیست و شب خودم پیمان میکنم از او همه شمید با من. خاطرهای دارم که بس سب کتاب میرسد. اما اینجا البته میدونید جای خاطره گویی نیست. یک خاطره نیست. یک چیزی که من تو مردنم میگم که یک رو بود، یک زبان بود، یک لفظ بود، مرد بود، نازنین بود. چون که شعر ما این فرزند ما است. هر چیزی که ما هستیم همون پر کاغذ میاد. وقتی میگن که همین شاعرها چیکار دارن با سیاست روان شعرشون رو نویسن ما که ولی نیستیم که در پیش استاناک استیم پامون خیلی برداریم اونم کار خیلی مشکل است. ما هر چی که زندگی از خونی ملت میگذراند شاعر زبان ملت است. من برای استاد خلیلی گفتم که راه زبانم را بگو شاعر زبان ملت است. شاعر نمیتوند که فرزند زمان خودش باشد و از درد شادی و از اقتصادیات حتی و از مثلا دزدی و از زندان از این چیزا بی‌خبر باشد. باید همین شاعر بیاد. برای همین لایق شاعر در زمان خودش هم بود و امیدوارم که تا خواننده هایی که دارد شاید همه در زمان هاست و همین یک رویش و همین جوانمردیش همین یک لفظیش همین دوستی بسیار صادق بودنش شاید باید همین احساس از باید شد که باید زود از من رفت سازش کردن نتونست با بسیار چیزی. من خاطره ما در باره لایق کسی میخواهد شاعر شود اگر اقلا از یک صفت های همین صفت های لایق داشته باشه دیگر کار میکنم که بسیار بسیار این صفت ضروری است. یک شعر شما آوازی بگانه نام گرفته و یا در مسافرت ایجاد شده است. نه این شعر 100 سال پیش ممکنه ایجاد شده باشد. اون وقت مسافرت نبود ما گلی سری سبد دیدیم در همه جا. حاضر دیگه وزنینم سبد نمیبردارم اون بود از زمین کشید. این شعر زندگی شعر عشق است. صدای آشنای از کجای مرا آوا کند رخسار صدای تو دیگر در گوش خواهی دیگر بخشی صدا آزار تا آزار من حسرت تو در این دنیا به هر چی نابودی است در این گنجینه پرمال دنیا به نام عشق یک ثروتی است. چه خیلی مسافران عشق یه چیزی که خودم ایزاد خدا در همین سیاره پرداخته از 80 میلیون سال پیش که معلوم است موقعی آمده اینجا از کجا تنها به خاطر آنکه دوست دارد عاشق شود گل کارد خانه سازد بچه به دنیا بیارد و جمع نکند یک دلش نباشد تهمت و غیبت نکند بدگویی نکند پیش همه میلیون عشق میتوند گیرد. متاسفانه ما همه این چیزا را فراموش کردیم. همون عشق اولی که همه شما سرتان گذرانید در سب قسم که من نمیگم که راست میگیر عشق اول هم عشق است که آفریدگار خیال میکنم از کجا میاد و کجا میره نمیدونیم خیال میکنم که خدا برای آن عشق برای ما میدهد که بدانیم که همه خیلی دوست داشتن من دیگر عشقای بزرگش در نظر من هوس هستن و نفس هستن. عشق همون عشق اول است و خور خود من سید زخمی عشق اول سید زخمی سوز دیرین یاد شیرین صد نشانی بی نشانم خانمانم بعد تو به خانمان گریه زنانه بینم اون مرا از من ربوده اون مرا با من سپرده خود بسای لاله ها رفت جفت من از من جدا رفت تیر عشق من خطا رفت از زمین سوی سما رفت بر دل استاره ها زد خود خطا بود و خطا زد از همان دم روی عالم شامگاهان جای شبنم از شرار حسرت دل بر سر یاران خوشگل آسمان اخگر بگذد از زمین اختر بگذد. عشق اول عشق شبنم
سوز جاوید بختیار در یکی از شعرهای نخستین و یکی از شعرهای نوترینتون برای ما بکنند. شعرهای اولین هم که شعرهای اولین هم متاسفانه در اون دیوان سال 2000 سفارت جمهوری اسلامی ایران چاپ کرد از 1000 صفحه. من اکثر شعرها را از کتاب گرفتم بیرون پرتافتم و این کارم نادرست است. ما باید برای خوبیمون هم جواب بدیم در تاریخ، برای بدیمون هم جواب بدیم. من خواستم که گلچین کنم در زندگی ما، بگم که این شعر سوست و این چیزا را من همراه نمیکنم. یکی از دپوتات‌های مجلس ایران یک روز آمد 2 سال پیش گفت که خروس آخرین دیه کشتن به جای شهر محشر گشت برپا. گفتم این از کجاش آمده؟ گفتم اینم میدونیم این شعر ما هم بود که من از کتاب گفتم اوست و پرتافتم هیچ کس نفهمد که این شعر سوست. گفت که نه این بهترین شعر که من خواندم. یعنی که هر خواننده شعر خودش داره، انتخاب خودش داره. برای همین شعر اولین رو اکثر در اون دیوان همراه نکردم. حتی با منقدا و عالما و پژوهشگران توصیه دادم که کسی که در آینده شعر من میخواد پژوهش کنم اینا تنها از همین دیوان استفاده برم. اما خود زندگی همین این کار کرد ریخت. خب از هم شعر اولین که در دیوان همراه نکردم یا کنم تو از من بودی من از تو بودم، تو یار دیگری من مال دیگر، در عشق و عاشق شاه و گدا نیست، چرا عشق من تو نابرابر؟ نمی بخشی نمی بینی تو هرگیز خطای من، گناه من، غم من. نمیگیریم مبادا نبیند ناکسی چشم نمی من. هر آن چیزی که خواهد آدمی زاد در این دنیا برای من مهیاست. بمیرد ماهی به آب مانده اگرچه در درون حوض طلاست. برای من دل و جان تو در کار، نگاه گرم چشمان تو در کار. برای این سر سخت صغیرم نوازش های دستان تو در کار. ز من با هر بهانه میگریزی که گویا شاعر و آوازه دارم. لب پرخنده دارم غم ندارم، زیاران کهن اندر کنارم. ز من با هر بهانه میگریزی که گویا شاعر و آوازه دارم. تو بودی دولت و نامی بلندم، تو با من نیستی چیزی ندارم. تو از من بودی و من از تو بودم، تو یار دیگری من مال دیگر. در عشق و عاشقی شاه و گدا نیست، چرا عشق من تو نابرابر؟ این کتاب هم از شعر نو است که معلمان نشون دادن. امیدوارم که بعد از شما برسه. نه نشریات ادیب چاپ کردن. خب از همون کتاب یک دو رباعی میخوانم. دل در قدمت دوباره افتاد شکست، از خون دلم شراره افتاد شکست. آن شب که ز هجر تو فغان میکردم، از چشم فلک ستاره افتاد شکست. سوزی که ز آه سرد من سر بیزد، در کلچه شب ستاره مخبر میزد. سوزی که ز آه سرد من سر میزد، در کلچه شب ستاره مخبر میزد. در گرد چراغ سرخ تنهایی من، پروانه روح مادرم برمیزد. در کدام کشورها اقامت یا سیر کردید، از همه تأثیرات خوشترین رو از آن کشورها برای ما بیان کنید. خب ما می‌بینیم که بسیار سفر کردیم، بسیار یک چی دارم، دوست دارم که همین ترجمه کاری من دماسکو می‌نویسه. چند سال پیش 95 مملکت حساب کردم. 95 مملکت حساب کردم. ولی خیلی ممکن بیشتر شد. برای شما دیدید چیکار کردید؟ یکی شما پژوهشگرا و مثلا چقدر آدمی که میدونم همون نسخه اول شعر بزرگ صغیر زبان تاجیکی که انقلاب کرد اندیشه ملت ما، همون میخوانن. اکنون شاعر برای چی برای این چیزا را تحریر کرده است؟ برای چی مثلا با این لفظ تند و تلخ گپ میزند؟ میگن این البته حالت حال نام دارد از شعر. ما این هیچ کار کردن نمیتونیم. من کتابا و شعر اول موبایل وقتی که در اتفاق نستندم موبایل رئیس بودم همراه کار میکردیم، اونوش بیشتر مدام بود.
نیکی اگر وقتی که حق دارد شاعر حق دارد که چیکار کنه نیکی خواننده هم حق دارد که اون چی میخواد هم بخونه البته باعث افسوس است که بازار صابر به همین حال رسیده است که دیگه شعر خودش رو باید میبیند دیگه قهرماناش رو باید میبیند شعر که استاد شکوری باشده بودن یک شعر بسیار با کن شعر بسیار وطن دوستانه نازنین بود گفتن یک 4 مصرع موندن و اسم شکوری هم از اونجا گرفتن پرده بودن این حالت حال بازار صابر است که من شما چیکار کرده نمیتونم همچون شما آدمای بسیار با عقل و خیرت هستید میدونید که آدمیزاد در هر حالت هر حالت میگیرن و وقتی بعضی‌ها فکر میکنن که برای چی فلانی مثلا از پیش ما گذشته سلام نداد ممکن در کدام دنیای دیگر بودم فلانی من بعضا کوچه میبرم دوستای خودم من میبینم بسیار میرنجن از من وقتی که چون ما اندری وازنسینسکی میگه که من با پایم شعر مینویسم یعنی وقتی قدم میزنم شعر مینویسم بعد بعضی‌ها گله کردن یک روز خانم گله کرد معلمای ما که دوست می‌داریم من در پیش اکادمی دید قدم سلام نکرد اگر توجیه کردم گفتم که با خدا من ندیدم گفت است که دیده است گفتم که دیدم و ندیده باشم عیبی من نه عیبی ممکن ندیدمش افتاد هر روز می‌بینم افتاد که افتاد می‌بینم یعنی که شما فکر نکنید که هر یک آدم که ایجاد می‌کند اینقدر خوشبخت است اینقدر خوشنود است اینقدر جوان است همه این هر کسی خند از خانه زن کند قطره از خون جگر کم کند من خیال میکنم که خیلی خون جگر بزرگ در روی دفتر ریخته است که به همین خلاصه آمده است که خون قلم میشه همیشه تحریم ما دیگه چی گفتن من هم کتاب سکراتی که شما شنیدید نخوندید 8 رمان سوختم 8 رمان سوختم من چی دارم همین دارم خونم دارم میشم سوختم در مسکو سوختم آخرین نسخه‌اش که من رو چاپ کردم به نظرم نسخه بدترینشه دوستای جوان و شاگردان سیاوش و رستم بابا گفتن که چرا نماندید اوناشا تو نمیدونم چی وقتی که شعر تحریم میکنیم مثل اون کرده که میبری هیچیش نمیمونه کج کلیپ میشه شعر هم که میشه لیکن ما هیچ گفتن نمیتونیم شاعر نمیتونیم این کارا کن یا اون کارا نکن لیکن بسیار خرسندم که شما هم سوال برای من بودید درباره شعر گفت درباره بازار و گلرخسار اینا رو اکثر ما میبینم که تنقید میکنن، ایراد میگیرن، هیچ کس حق نداره. ما مثل شماییم. من فقط میگم که بازار که این زندگی رو خودت انتخاب کردی. این زندگی من انتخاب کردم. ما باید از کسی دلم نداشته باشیم. اما دیگران حق ندارن که یک شاعری که در امریکا زندگی میکند از اون انتقاد کنند. حالا رو تصور کنید. ممکن هم پودینه لب جوار مادرش یاد کرده است. ممکن دیگه شروع میزنن. تمام شعرش درباره خطه چرخه است و نگار. وای بچه قشلاق است. در امریکا ما شهر سیاتل منم درس خوانده بودم و یک جسمش است، جامدانش است، روحش اینجاست. باید برگردیم. میگن که شعرهای بسیاری عاشقانه قرائت کنید زیرا در طالع عشقان بسیارند. من عاشق نیستم، چرا شما عاشق؟ من عاشق نیستم. شما شعر عشقانه من شما خوانید. من دیگر قوت قدرت عشق برداشتن ندارم، از مقداری که دم گرفتم داشتم. همسایه دارم بسیار بود. همسایه من دیگه رنگ خودم ندارم. بسیار نازنین است، یک وقت عاشق شد. ببینم که همه سر پریشان نمی‌کنم. اگر عاشق نمیشم من نداره دارم شهر کجا زندگی کردن، نه تنها دیگه جواب. بعد یک روز بعد هم باش پریشان شد بود چی بالا دادی چون خیلی آراسته و پیراسته بود دیگه خدا بیرم عاشق کاسه‌ام نشسته خونم نرفته سرم اینجوری فقط درباره عشق فکر می‌کنم. عشق بعضی‌ها رو زیبا می‌کنه بعضی‌ها رو نگاه می‌کنه. ما دم گرفتیم با چیزش از عشق. اگر درباره مومن قناعت حضرت مومن قناعت استاد من است استاد همون است معلومات داشته باشید که آیا کار حکومت باید با قناعت درست بود خیلی مخکرم میکنم که کار درست است یا نادرست است این همین اگر ما شما در روسیه زندگی کنیم اینقدر سر صدا نمیکنیم چی گام نشد اینجوری یک شعری اون بار اینجوری میگفت اول این خیلی بود با پاگای یک چیز دیگر میگه ما همین سنگ برای شخص در دلستیم اگر شما شعر نمیخونید پیش شعرام نمیریم خودمون قناعت فکرش بود است به نظر شما خوانده بودید همسایه استاد قناعت بود خواندید؟ خب بسیار سوش درست بود اما چیزی درباره استاد علی بود تمام درست بود مثلا گفتم حتی جوابشم در روزنامه نوشتم از برات میکنم اما که حکومت درست کرد یا درست نکرد این حکومت پسند داره من از حکومت نیستم
درباره استاد قنات درباره استاد عینی گفته بشه ما بسیار رنجیدم چون من خیال میکنم که استاد صدرالدین عینی کاری بزرگی رو کردن که برای فرهنگ ما و شما ما شافعیان وقتی رفتیم برای زنده‌های تاریک چراغ نداشت در دوره شورای هم قشتاب استاد عینی هم بخورم کاری کرد که استاد رودکی در قرن 19 برای شعر فارسی تاجیکی در این کار ما این خدمت را نباید فراموش کنیم نه اصلا دهنمون رو باز کنیم به استاد عینی فقط ثنا بگیم و با استاد قنات خیلی اونم حالت شده است گفته است این روزنامه است که باید این چیزا چاپ نمیکنه وظیفه روزنامه نگاری وظیفه روزنامه سازندگی است بازندگی نیست این روزنامه های این روزه ما بازندگی میکنن و با همین نمیدونم میخوان که نه میخوان که خودشون رو معلوم کنن این برای این خدمت نیست براتن اون چی که ما بازار سبیل و قنوات اینا میگیم این خدمت است ما میخوام که ما دنیا رو میگرده میبینیم میخوام که کم تا کم بهتر شویم اگر گبونم درست بشه کسی نخواهد نگیرد گبون من با استاد قنوات گفتم رو برای استاد من هستم من گفتم که گفتن که آزر پرسیدن که من این خیلی نگفتم دیگه گفتن نگفتم که در اون روزنامه چوب شد بعد این کارم کرد من نوشتم که مزم خود را که جان ما نمانده اسمش عینی از شعر مزم خود را که جان ما نمانده ز خون ما و جز صفرا نمانده برای ضربه دیگر برادر دیگر در پشت عینی جان نمانده نشتیم که جواب آنهایی که من کتاب میکنم وقت نگیم جواب آنهایی که عشق را شرمندگی میحسابند پیش بدارم که جواب هیچ کس عشق را شرمندگی اونه که در حقیقت عاشق شد این چیزی الهی رو کی میدونه شرمندگی خود شما مرد و زنان قدر چه عشق حساب نکنید اون نفس از چیز دیگر است دیروز از رادیوی امروز است امروز برای من زن زدن یک برنامه دارم در زنان گفتن که ما از کتاب شما اجازه بدید بگیریم از کتاب زن و جمع مادم چیه که شما نوشته که برای هر یک زنی با ششتگی باید 8 مرد را آویخت باید 500 شبا ویزد اجازه نیست کدام زن میتواند که به زور یک مرد تجاوز کنه یکی مرد هم باید که در صورت هر زنی که دوست می‌دارد ملائکه و فرشته و مادر و دختر شد یکی آدمیزاد اینا هیچ وقت به این مراد نمیرسد این کارها از بالا تقسیم شدنی فایزا یک کسی دیگر کسی پای کاری کردنی لیکن این عشقی که شما از نمیگویید اون چیزی که گفتم شرح دادم که این چیزی الهی است اینا کسی شرمندگی میگه خودش شرمنده و کاری از چی از بازار دیروز تا بازار صبحی رو نظر دارن امروز چه تفاوت میبینید خب اون بازار جوان نازنینی سلامت دیگه نیست 73 ساله شد نقطه نظرش میدونید بازار در یک لحظه چند بار دیگر میکنن این هم چیز طبیعی است یکی میبیند یک بچه قشتاقی دنیا این بده است اون بده است تفاوت همین است که بازار خودش رو گم کرد در این زد و گیر و در این داد و گیرها خودش رو گم کرد و یک اندکی پشیمانی هم دارد اما مغرور که هست نمیگم تمام خشم میکند مثل کودک‌ها ما بعضی کودک بازیشش رو میگیری یا نمیخواب بیدارش میکنی یا که گپش گوش نمیکنی خشم میکند من کارهایی که بازار دوستم میکنه در این وقت بخیر همچون غش قبول میکنم و این هم چیزی طبیعی است غش کنم یکی میدونه که نازش رو میبرداره اگر ناز بردار نمیداشت غش نمیکنم دیروز دختره که نازنین و دختره که دوست من سلیمان رحمت الله و که در عشق زندگی میکردن روزنامه‌نگار بودن دختری فعال نازنین بودن متاسفانه رفت کردن از دنیا دخترشون زن زدن من امروز دیدم این دختر که نازنین دختر که بسیار روشن و همینجا هستین شما نازنین دختر سلیمان نیاز دخترش رو ما دیده بودم شما دیده هم در مانند هم هستین سلامت بشید و تقایی من هم یاد دارد که کاتبی اکمی ریان عشق بودن وفات کردن قسم بودن وفات کردن اینا بسیار احترام داشتن با سخنی دیگریش بسیار ناز بین رفتن اینجا میگه یک بانچه برای سالیاما بخونه سالیاما
4 فرزند خوب به دنیا آوردن، تربیت کردن. بسیار دختری وطنپرور، بسیار دختری خانه‌دار، خانگی بودن و من فقط میتونم به روحشون ثنا بفرستم، جاشون جنت شود و بگویم که مادر خوب که بودن، میگم که ای کودک مهربان مادر، در روی زمین نام و نشان مادر، با ماه و ستاره هم نشینم کردیم، پیوند بزرگ روح و جان مادر. پیوندشون رو امروز دیدم و پیوندهای نازنین بود، همون میره جاشون جنت شد. چی شعر میخونه دیگر از کسی خواهید کنید؟ از کسی خواهید. خب من دیدی شدم که محفل دانشجوی خوجند بسیار محفل آزاد شده است و بچه‌ها بطور نمیگن و این باعث خرسندی من است، یعنی که همین که خود من زده کشتیمون بیرون نرفته است. آدم باید که فکرش آزاد بیاد. ما 7 میلیارد نفر آدمیم در سیاره، 7 میلیارد ما با عشق مخصوص آفریدگار آفریده است و ما باید با کسی سر تعظیم فرود نگاریم اگر سزاوار نباشد، تنها با مادر و ما باید گپ من آزاد بگیم حتی خطا هم باشه، چون که ما همون خطا میشیم و ما باید سوالمون رو پرسیم وقتی که نمیدونیم، خاصه در سن سال شما باشه فضا. درباره مقاله دفعه سرسرهای میپرسن که چی گفتن میتوانید؟ هیچی گفتن ندارم، هیچی نمیدونم. یک من در اینجا خودتخون سیفلی خوب میشناسم، اویلاشون رو میشناسم، هم دردی بیان میکنم، هم برای فرزندشون، هم برای اهل اویلاشون. دیگه ادبیات دیگر چیز است، نقطه نظر دیگر چیز است، قناعت که چی هست دیگه خوبشه. قناعت اگر در ادبیات ما نمیبود، نه لایق میبود، من همیشه میگم رئیس جمهور گفتن نمی‌استاد. نه قناعت اگر نمیبود شعر با این تازگی بر مجرای دیگر نمیگردم. نه لایق بود، نه گلبخسار، نه بازار، نه فرزانه، نه سیاوش، نه رستم، هیچ کس. برای چی؟ همیشه ما از پشت استادای میریم که از دیگر استادا بهترن. برای همین این مقاله که اینا نوشتن خیلی فکری خودشونو گفتن. فکر حرفی میشه با. هیچ کس خدا نیست در اینجا. مخصوصا ما بنده‌های خاکی فکری خودشونو گفتن. گفتم فکرشونو. هیچ گفتن ندارم. یک لطیفه هست که دروازه یک زنجیر دیده است. شیشه چراغ می‌خوره است. در خرجینش. یک کس دستش با یک چوب است که آقا چی داری در این خرجینه؟ تا یک دیگه بزنی هیچی نداره. من هیچی فکر نمی‌کنم. فردا گفتم که من تخلص ما عاشق می‌مونم، گفتم مورد عاشق گوری بازنش کنه برای دیگه ما مثلا مسافر میشی عاشق نمیشه. فردا جون من نگو که از دست دادم همتم را، ندانم نرخ قدر و قیمتم را. دو عینی داده یک عینک خریدم که بینم پیش پای عزتم را. دو عینی داده یک عینک خریدم، اون وقتا دو پانسمان به یک عینک خریدم ممکن بود. اینو شرط دادم بکنیم چه تشکر بعد میشه. دو عینی داده یک عینک خریدم که بینم پیش پای عزتم. من شهروند جمهوری عشقم. کتاب سرنوشت مرا با ثواب گناه عشق خواه نگاشتند. گواهنامه زادروزم را در بلور نگاه به اشتباه نگاشتند. شعله در سنگ، آه در آهنگ، رنگ بیرنگی، حسن بیمرگی، خونی و جانی، خاکی و فانی، دخت افسانه، جاویدانه، آذر آذرماه، آتش آه، پیام مهرگان بر صدر، شکوفه در بدن باغ یخزده، سرشک رودبار خشک، زاده برق زمستان، خنده گمگشته خورشید سرد عاشقستان. من شهروند جمهوری عشقم. شهروند جمهوری که آینه عدالتش را غبار نیست، آیین پیر فضلش را جهل آینه دار نیست، آیین‌نامه مهرش را حرف سکته دار نیست.
شعورش از دروغ شعار زهردار نیست. جهالتش کثافت نکند، نصرتش کثافت نآرد. شیر جنگل سیاستش روبه تبار نیست. یاوری حقیقتش یاوه، داوری عدالتش حقه‌باز و رشوه‌خوار نیست. من شهروند جمهوری عشقم. در قلمرو عارفانه ملت عشق دل قبیله ندارد، مکر سیله ندارد، مهر حیله ندارد. سفید سیاه نیست، بیگناهی گناه نیست. برای دزد و فاحشه، برای فسق و فساد در وثیقه داد چاه هست، گاه نیست، راه نیست. برای رو سیاه و رو سپید ورده هست، دار هست، جلوگاه نیست. من شهروند جمهوری عشقم. پرچمم بال هفت رنگ شهپرک است. نشانه رمزم اختر شبنم است در برگ پاشگل. آهنگ سرود ملیم را آفریده حضرت بلبل. ترانه ملی من در زبان نگاه من است. زی انقلاب دیده و دل، زی سوز نبضی عشق‌های من است. من شهروند جمهوری عشقم. میدان عشق دادخواه من است. ملت عشق تکیهگاه من است. آفتاب بوسه‌خواه من است. چشم عاشق دادگاه من است. عشق پادشاه من است. من شهروند جمهوری عشقم. بقیه مرا ندیدد قسم، بلاله از برای من نچیدد قسم. من از تو هم به رنگ زرد و سوز و درد من قسم. به بستر چوبرف سردی من قسم. تو از منی به اسم آمیانت قسم، به نام شایانم قسم. تو از منی، من هستم. تشکر. مرسی. غزلی غزل کنه، یک شاید شعر کنه با زیر تحلیل معنی فرزانه. چه سحر چه نیست فیروزی، همه دم توی بیادم. همه بود و هستیم را برای دلت میادم. دل من خزینه غم که پر از محبت توست. دل غم خزینه خود به بهای سر ندادم. زیبرای شادی تو همه خسته را خریدم. زیبرای خنده هایت همه گریه را سپردم. چو بغیر عشق دیگر همه درد و سوز دل را به دو گوش عشق گفتم که بغیر عشق دیگر نرسد کسی بدادم. چو بروی عاشق زار در بخت بسته بودم، در بخت بسته خود به سلام تو گشودم. با شما موفقیت میخوایم، آرزو میکنیم که شما بدونید تمام بوده جوانی مرا دارن ندیدید. اینا همه چیز دارن، اینا مولانا رو میتونن بخوانن. من برای مصنوی معنی از گربچوف پول گرفتم، مجله فرهنگ چاپ کردم. نیست خشم چاپ نشده، ما و درقه شدیم مولانا هم چاپ بعد چاپ شد. اینا هم مولانا رو میخوانن. هم حافظ در جای خدادار همیشه تحریر میکردن. اونجایی که حافظ خدا میگو تحریر میکردن در فرهنگ ما. شما همه با زبان مادرتون میکنید. شما باید 1000 بار از ما شاعری بهتر شد. استاد سوزان شاگردای من از من زورتر بود. ما میخوایم 1000 بار شما از استادتون زورتر شد.